سلام، امیدوارم که خوب باشین. خب نوبت یک پرونده دیگه است. امروز هم میخوایم با هم بریم سراغ یک پرونده دردناک دیگه. بله، دختری به نام کیلی، کسی که نتونست زندگیش رو بعد از تولد 20 سالگیش دیگه ادامه بده و متاسفانه به قتل رسید. میخوایم امروز بریم این پرونده رو با هم از زوایای مختلف بررسی کنیم. چی شد که کیلی به قتل رسید و کی این کارو کرد؟ قاتل کی بود و آیا اصلا پیدا شد و آیا بابت کاری که کرده بود مجازات شد یا نه؟ تا قبل از 19 سپتامبر سال 2019 کیلی زندگی پرشور و شوق داشت. دختری بود که همه عاشقش بودن. خیلی کاراکتر حامی داشته، خیلی مراقب همه بوده. مثلا خواهرش که بعدها باهاش مصاحبه کردن در مورد شخص کیلی واقعا نسبت به نبودش بیقراری میکرده و میگفته من یه حامی بزرگم رو تو زندگی از دست دادم. کیلی ذاتاً خیلی حواسش به بچه‌ها بوده، برای همین ویژگیش هم بوده که عاشق شغل معلمی بوده و تصمیم داشته که معلم بودن رو به عنوان شغل آیندهش انتخاب کنه. مادر و پدر کیلی، دوستای کیلی همه عاشق شخصیتش بودن، خیلی پرشور و شوق توصیفش کردن وقتی که بعدها باهاشون مصاحبه کردن. پس ما توی این پرونده میخوایم داستان اتمام زندگی یک انسان با ارزش رو تعریف کنیم. کسی که جای خالی نبودنش هنوزم برای خانواده‌اش، برای دوستانش دردناکه. تو این مدت برای اینکه بتونه معلم بشه خیلی سخت درس خونده بوده تا بتونه مدرک مربوط به شغل معلمی رو بگیره و قرار بوده که فردای روزی که به قتل میرسه بره یک مصاحبه شغلی بده تا برای دستیار معلم وارد یک مدرسه بشه و شروع به کار بکنه. خیلی نسبت به این موضوع هیجان زده بوده. یک علت دیگه هم برای هیجان زدگیش توی اواخر روزهای سپتامبر سال 2019 داشته. قرار بوده که در تاریخ 18 سپتامبر همون سال موزیسین مورد علاقش به نام اچ یک کنسرت برگزار کنه. این کنسرت دقیقاً تو شب تولد کیلی قرار بوده برگزار بشه. برای همین کیلی که تصمیم داشته که توی اون کنسرت شرکت کنه از مونیک دعوت کرده بوده که بعد از اون کنسرت با همدیگه برن به یک کلاب و یه پارتی کوچولو به خاطر تولد 20 سالگیش با همدیگه داشته باشن. کیلی گفتیم برای این کنسرت خیلی هیجان داشته. یکی از دلایلش هم اینه که بعدها توی حساب توییترش دیدن که نوشته بوده که تنها دلیل ادامه من برای زندگی اینه که روز 18 برسه من برم کنسرت موزیسین مورد علاقم اکس و خیلی دوست دارم که اون جلوها باشم، بزنم، برقصم، اونم من رو ببینه چون که آرزومه که بعداً باش ازدواج کنم. یعنی یکی از آرزوهای کیلی بوده که با اچ در آینده ازدواج کنه. خب بریم سراغ شب حادثه. روز چهارشنبه 18 سپتامبر کیلی به همراه یکی از دوستاش به نام مونیک ریگان با همدیگه میرن کنسرت اچ و از قرار معلوم شب خیلی خوبی رو داشتن. کنسرت خیلی عالی پیش رفته و خیلی به هر جفتشون خوش گذشته. بعد از کنسرت همونطور که قبلا براتون گفتم به خاطر جشن تولد 20 سالگی کیلی قرار بوده که اینها یه پارتی کوچیکی هم توی کلاب همون نزدیک محل کنسرت برن. قرار بوده یه پارتی کوچولو توی کلاب نزدیک کنسرت با همدیگه برن و یه شب خوب به یاد موندنی رو به خاطر تولد 20 سالگی کیلی داشته باشن. توی ایستگاه اتوبوس که داشتن میرفتن به سمت اون کلاب وسلی رو میبینن. حالا وسلی کی هستش؟ وسلی استریت دوست دوران بچگی کیلی هستش.
یعنی از دوران پیش دبستانی کیلی و وسلی با همدیگه دوست بودن و هنوزم رابطه دوستانه‌شون رو با همدیگه ادامه داده بودن. با هم رابطه عاشقانه‌ای نداشتن، فقط دوست معمولی بودن. پس تا اینجا مونیک ریگان، کیلی و وسلی میرن به سمت کلاب تا با هم خوش بگذرونن. توی کلاب خیلی وسلی شروع میکنه به مشروب خوردن، از حد مجازش یه ذره بیشتر میخوره، خیلی مست میکنه. این سه تا توی اون نایت کلاب تا ساعت 2:40 نصف شب کلی عشق و حال میکنن و حسابی مشروب میخورن و میرقصن و کیف میکنن و از زندگیشون لذت میبرن. بعد از اون تصمیم میگیرن که ستایی مشترکاً با هم یه تاکسی بگیرن به مقصد تامورث. کجاست تامورث؟ محله هستش که این ستا با هم توی محله زندگی میکردن. خونه مونیک نزدیک بوده به همون جایی که از تاکسی پیاده میشن و به کیلی مونیک برمیگرده میگه که ببین امشب خونه نرو. خب ساعت نزدیک دیگه 3 نصف شب، شاید بیشتر بوده و درست نبوده که مثلا اون ساعت شب این بخواد تنها بره پیاده سمت خونش. خیلی فاصله زیادی خونه کیلی مثل که از میدون تامورث نداشته خونش، نمیتونسته پیاده بره، ولی خب خیلی دیر وقت بوده، همه جا تاریک بوده، خلوت بوده. مونیک بهش پیشنهاد میکنه که آره کیلی بیا امشب خونه ما و کیلی میگه نه، من فردا یه مصاحبه شغلی دارم، پس باید برم حتما خونه خودم، اونجا حاضر بشم، لباسام همه چی اونجاست، من نمیتونم که بیام شب پیش تو بمونم. اگه بخوام که مثلا فردا صبح از خونه تو تازه راه بیفتم برم خونه خودم حاضر بشم، به ساعت مصاحبه شغلی نمیرسم. پس قبول نمیکنه. اونجا مونیک پیشنهاد میده که خب اوکی پس با وسلی برو، تنها نرو. وسلی میگه آره دیگه من هستم که بیا با هم بریم و مونیک هم قبول میکنه که با وسلی که خب پسر بوده همراهش باشه، یه ذره قضیه متفاوت‌تر و امن‌تر به نظر میاد با هم دیگه برن. خب همه چی به خوبی و خوشی پیش میره. مونیک از کیلی و وسلی خداحافظی میکنه میره خونش و کیلی و وسلی هم پیاده به سمت خونه کیلی راه میافتن که کیلی برسه به خونش. اما فردا صبح میشه و خبری از کیلی نمیشه. کیلی به مصاحبه شغلیش نرفته بوده. از صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر هرچی خانواده‌اش، پدرش، مادرش، خواهرش، بقیه هرچی دوست بوده، حتی مونیک باش تماس میگرفتن، به تلفنش جواب نمیداده و این باعث شد که تازه ساعت 5 بعد از ظهر پدر و مادرش دیگه واقعا نگران بشن، مطمئن بشن که چیز غیر عادی داره اتفاق میافته و برن به اداره پلیس گزارش بدن که دخترشون کیلی گم شده. بعد از اینکه پدر و مادر کیلی به اداره پلیس میرن و اونجا اعلام میکنن که از دخترشون ساعت هاست که خبر ندارن و هر جا رو که گشتن پیداش نکردن، پیش دوست و آشنا کسی خبری ازش نبوده و از همه عجیبتر مصاحبه شغلی که خیلی براش مهم بوده رو اصلا شرکت نکرده. پلیس جستجوهاش رو برای پیدا کردن کیلی شروع میکنه و اول از همه میرسه به وسلی، آخرین کسی که طبق صحبت‌هایی که پلیس با مونیک کردش در ارتباط با کیلی بوده. پس گفتم باید همه اطلاعات و سرنخ‌ها دست وسلی باشه. پلیس میره سراغ وسلی و وسلی هم میگه که من خبر ندارم کیلی کجاست، مثلا اطلاعی ندارم کجاست. میگن خب مگه تو با این پیاده قرار نبوده که تا خونت بری؟ پس چی شده؟ کیلی نیستش. میگه که نه من تا خونش باهاش پیاده نرفتم. ما به یه باجه تلفنی که نزدیک خونه کیلی بوده که رسیدیم، اونجا دیگه کیلی به من گفته که تو خیلی مستی، اوکی هستش، من خودم پیاده تنها میتونم از اینجا تا خونه برم، خیلی راهی نمونده، تو هم خیلی مستی و حال درست نیست و دیگه لازم نیست که تا اینجا بخواد دم در خونه بخوای با من بیای. گفت من تا هم باجه تلفن دیگه باش خداحافظی کردم، ولی که خبری از کیلی ندارم. پلیس هم میگن که خب بیا بریم با هم بهمون نشون بده همون باجه تلفن رو، ما بدونیم که آخرین نقطه‌ای که دیگه تو کیلی رو دیدی کجا بوده و وسلی هم قبول میکنه، باشون همکاری میکنه و میره میگه که این همون باجه تلفن بوده. کلی داستان دوباره براش میگه که به این مثلا میخواد دیگه بچه‌ها خیلی مست بودن. کیلی میگه که اوکی تو دیگه نمیخوای با من پیاده بری و خداحافظی میکنیم و ازش من دیگه جدا میشم و تا به الان که شما اومدین سراغ من میگین کیلی گم شده، من اصلا از کیلی خبری ندارم. و پلیسا هم دیگه از وسلی به خاطر توضیحاتش و همکاریش تشکر میکنن و خداحافظی میکنن، میرن دوباره دنبال جستجوهای خودشون. این وسط
خانواده و اطرافیان کیلی هم دست رو دست نذاشتن. اینا هم شروع کرده بودن اطراف همون محله هر سوراخ سنبه‌ای که به ذهنشون میرسیدن رو جستجو کنن یا شاید اونجاها اون شب یه اتفاق واسه کیلی افتاده باشه. و بله بالاخره جستجوها نتیجه میده. دایی کیلی آقای جیسون براون در ساعت 9 شب بدن بیجون کیلی رو کنار یک برکه در پارک ویگینگتون که تو همون محله تامورث بوده پیدا میکنه. تو چه وضعیتی؟ توی وضعیت خیلی وحشتناک. کیلی کاملا برهنه بوده، همه لباساش درآورده شده بوده و روی گردنش قشنگ آثار کبودی و اینکه کسی گلوی این دختر تفلک رو فشار داده برای اینکه خفش بکنه و بکشدش کاملا واضح بوده و دیده می شده. متاسفانه پرونده گم شدن یک دختر جوان به اسم کیلی تبدیل میشه به پرونده قتل و تحقیقات پلیس وارد یک فاز جدید میشه. حالا دیگه پرونده جنایی شده. پلیس ها این بار دوباره میرن سراغ وسلی ولی با هدف بازجویی های دقیق تر ازش، چون همچنان آخر نفری که با کیلی در ارتباط بوده وسلی. پلیس وسلی رو به عنوان مظنون درجه 1 این پرونده دستگیرش میکنه و شروع به بازجویی از وسلی میکنه. وسلی همچنان سر حرف خودش هستش که من تا باجه تلفن فقط باهاش بودم، من واقعا هیچ اطلاع دیگه ای ازش ندارم. اینجا پلیس از وسلی میخوادش که خب اوکی تو درست میگی، تلفن همراهت رو بده ما یه بررسی بکنیم. و وسلی تلفن همراهش رو خب چاره‌ای هم نداشته که بخواد بگه نه، مجبور بوده که تلفن همراهش رو همکاری کنه بده و میده به پلیس. پلیس وقتی تلفن همراه وسلی رو بررسی میکنه میبینه که GPS گوشیش داره نشون میده که این توی همون روزی که کیلی گم شده بوده 7 بار به نقطه‌ای که جسد کیلی پیدا شده بوده رفته. پس این که میگه من اصلا از کیلی بیخبرم، توی باجه تلفن ازش خداحافظی کردم، که قشنگ 7 بار توی همون روز رفته محل قتل و اونجاها گشت زنی کرده. پس این داره دروغ میگه، این همه چی رو میدونه که چه اتفاقی افتاده و اینجا همه جریان پرونده علیه وسلی برمیگرده و وسلی به عنوان قاتل توی این پرونده دیگه مورد بازجویی قرار میگیره. بازم وسلی زیر بار نمیرفته، بازم میگفته نه من اینو به قتل نرسوندم، گردن من نندازینش، اصلا زیر بار نمیرفته. تا اینکه پلیس فیلم‌های دوربین مداربسته‌ای که توی همون اطراف وجود داشته رو بررسی میکنن و میبینن خیلی ساعت بعد از اینکه وسلی ادعا کرده که دیگه از کیلی خداحافظی کرده و ازش خبری نداره، وسلی با کیلی بوده و حتی با همدیگه به یک کلاب رفتن، کلابی به نام راگبی در نزدیکی همون پارک. پس کاملا دیگه واضح شد طبق اون تصاویر ویدیویی که از وسلی و کیلی به دست آوردن که وسلی داره 100% بهشون دروغ میگه. از اون بعدتر پلیس یک سری مدارک دیگه هم به دست میاره. کارت بانکی وسلی و کاپشنش هم توی پارک پیدا میشه، همون پارکی که جسد کیلی توش پیدا شد. و یک مدرک فوق‌العاده معتبر دیگه، توی معاینات کالبد شکافی کیلی DNA وسلی روی بدن کیلی پیدا میشه و تمام. وسلی مقصر اصلی پرونده شناخته میشه. دادگاه علیه وسلی که به جرم تجاوز جنسی و قتل کیلی دستگیر شده بوده برگزار میشه. خیلی جالبه بدونید که توی دادگاه وسلی همچنان از خودش دفاع میکرده و اصلا زیر بار نمیرفته و حالا یک داستان جدید دیگه رو برای خودش درست کرده بوده. توی این داستان جدید داره وسلی دست و پا میزنه و ادعا میکنه که آقا من قتل غیر عمد انجام دادم، اصلا این داستان جوری که شما فکر میکنی پیش نرفته، ما خیلی هم با هم خوب و عالی داشتیم اون شب پیاده میرفتیم ولی کیلی یه حال و هوایی داشت، همش هی با من شروع میکرد به عشق بازی کردن، لاس زدن، هی به من ابراز عشق میکرد و اینا، از من نه و از اون آره و
دیگه آخر سر رفتیم تو پارک و دیگه با هم ما شروع کردیم به عشق بازی کردن و این داستانه. من یه دفعه دیگه نفهمیدم چی شد، آخه مستم بودم، نفهمیدم چی شد، چه اتفاقی افتاد. گلوشو فشار به قتل رسوندمش. من تو حال خودم نبودم که، یعنی با هدف این کار نکردم، مثلا حالم دگرگون شده تو اون وسط رابطه و اینا که داشتیم. من یه دفعه اشتباهی کلی رو کشتم. یعنی دیگه نشست فکر کرد چی بگم چی نگم اینا، چیکار کنم دیگه. دی ان ای پیدا شده و جی پی اس من لو رفت، فیلم دوربین مدار بسته لو رفته، چیکار کنم؟ نشست این داستان رو بافتیم. آقا اصلا قطع غیر عمد بوده. من چه هدفی دارم؟ من آخه برای چی باید کلی رو به قتل برسونم؟ ما با هم دوست دوران بچگی بودیم، پیش آمد شده. بعد اونجا که توی دادگاه زیر سوال میبرنش که خب اگر اینطوری بوده تو چرا از اول که پلیس اومد سراغت گفت کلی گم شده برگشت پافشاری کردی رو داستانه که آره ما تا باجه تلفن من فقط باهاش بودم دیگه ازش خبر ندارم. وسلی هم گفت بابا من اون شب مست بودم تا خرخره خورده بودم، یادم نمیاد که چی شده، که من اینجوری تو ذهنم مونده بودش که آها تا باجه تلفن بودیم دیگه، چون خیلی مست بودم اتفاقای بعدش یادم نمیاد. بعد که جسد کلی پیدا شد و اینا من ازر فکر کردم دیدم که آها آره ما رفتیم پارک و یه داستانایی هم بینمون شده و یادم یه ذره داستان افتاد. بعد پلیس میگه خب تو مست بودی یادت نمیومده که بعد از باجه تلفن چی شده، این جی پی است چی میگه؟ اینکه 7 بار روز بعدش پا شدی رفتی جایی که جسد کلی افتاده بوده، اونجا چی کار میکردی؟ چطور اینا رو نیومده برای ما بگی؟ بعد وسلی برمیگرده میگه که نه آخه میدونی چیه، خب من یادم بوده که کلیو کشتم، من خیلی ترسیده بودم، اصلا نباید این اتفاق میافتاد، کاری هم از دستم بر نمیومد، من هی میرفتم اونجا رو شاخ و برگ و اینا میریختم که جسدش پیدا نشه. من اصلا نمیتونستم نه برای کسی بگم، نه برای پدر مادرم بگم، نه برای دوستم بگم، نه حتی اداره پلیس بگم، اصلا بیام چی بگم. ما با هم رابطه داشتیم، بعد یهو من واسه رابطه کشتم، خفش کردم. آخه چجوری بگم؟ کسی حرف منو باور نمیکرد. من خیلی ترسیده بودم. تنها چیزی که هی به ذهنم میرسید، میدونم کارم بچگونه بوده ولی اینکه هی فقط برم اونو رو شاخ و برگ و اینا پیدا کنم تو پارک بریسم که کسی جسدش رو پیدا نکنه، شاید اصلا کسی نفهمه که این اتفاق افتاده و کلی به قتل رسیده. از ادعاها و حرفای وسلی که برگردیم باید بریم سراغ شواهد و مدارک پرونده کلی که کاملا با حرفای وسلی در تناقض هستش. طبق این شواهد و مدارک و طبق اون تصاویر که از دوربین مدار بسته داشتن و بعد بررسی‌های پزشکی قانونی مشخص میشه که وسلی و کلی که داشتن با هم پیاده به سمت خونه کلی میرفتن، وسلی به بهانه سیگار کشیدن کلی رو میکشونه تو اون کلاب راگبی، اون تصویر دوربین مدار بسته که بهتون گفتم. کلاب راگبی هم نزدیک پارک بوده و بعد از اونجا با همدیگه به پارک میرن. توی پارک این وسلی بوده که به اجبار و به زور به کلی تجاوز میکنه و اونجایی که داره ادعا میکنه که من وسط رابطه و به خاطر مستی زیاد تصادفاً کلی رو خفه کردم، طبق مدارک پزشکی قانونی اون مدت زمانی که داشته کلی خفه می شده خیلی بیشتر از چند ثانیه طول کشیده و قشنگ نشون میده که این دختر برای اینکه خفه نشه داشته کلی دست و پا می زده و داشته مبارزه می کرده و طرف مقابل قاتل که اینجا الان وسلی هستش کاملا هدفمند داشته به کار خفه کردن قربانیش کلی ادامه میداده و این کاملا در تناقض با ادعای وسلی مبنی بر تصادفی بودن این قتل هستش. در ادامه هم که همه میدونیم بعد از خفه کردن کلی چه اتفاقی افتاده. وسلی بدن بیجون کلی رو میبره توی نزدیک برکه‌ای که توی همون پارک بوده میندازه و با شاخ و برگ تا جایی که میتونسته بدنش رو میپوشونه و خیلی راحت سوزنان برمیگرده سمت خونه خودش و انگار نه انگار که جون با ارزش یک دختر جوان رو ازش گرفته. شواهد و مدارکی که توسط پلیس و پزشکی قانونی جمع آوری شد
همه برای مجرم شناخته شدن وسلی کافی بوده. اما قبل از اینکه اعضای هیئت منصفه حکمشون رو در روز موعود توی دادگاه اعلام کنن، متاسفانه مدارک و شواهد دلخراش دیگه‌ای در مورد وسلی آشکار میشه. این بار 3 دختر جوان دیگه پاشون به این پرونده به عنوان شاهد باز میشه. این 3 دختر کی بودن؟ کسایی بودن که پرده از راز کثیف وسلی برداشتن. بله، این 3 دختر از قربانیان وسلی بودن. همون وسلی که همه به عنوان یه آدم خیلی با محبت، خیلی مظلوم، سر به زیر و آقا میشناختنش، کسی بوده که عادت به تجاوز به دخترای اطرافش داشته. از اونجایی که پرونده کیلی خیلی پرونده دردناک و تلخی بوده، رسانه‌های خبری خیلی روش زوم کرده بودن و مرتب در موردش توی تلویزیون و سایر جاهای مختلف خبر پخش می‌کردن. اینطوری میشه که خبر این پرونده و مجرمش وسلی خیلی زود پخش میشه همه جا و اونجا اون نقطه‌ای بوده که قربانیای دیگه وسلی سر و کله‌شون پیدا میشه. میبینن اینی که الان عنوان مجرم داره ادا در میاره که آقا قتل غیر عمد بوده و آقا من خیلی آدم خوبیم و دارین اشتباه میکنین و قتل عمد کجا و من کجا و تجاوز کجا. بیاین ببینین که چه پرونده کثیفی داره این آدم. و باید حتما یادآوری کنم که پدر وسلی توی روند دادگاه اومد ادعا کرد که آقا بچه من اوتیسم داره. اصلا برای اینکه حتی روند دادگاه رو بتونه درک کنه، بعد که بهش کمک کنه، توضیح بده. یعنی بچه من مشکل داره، یه پسر نرمال نیست. یه ذره میخواست دید دادستان رو، اعضای هیئت منصفه رو نسبت پسرش ترحم آمیز کنه که شاید با یک روزنه امیدی حکم سبکتری هیئت منصفه به وسلی بدن. اما پای این 3 دختر که به پرونده باز شد، همه نقش براب شد. اینکه وسلی ناتوانی ذهنی داره، اینکه وسلی اصلا این کاره نیست، اشتباهی مرتکب این قتل شده، همه اینها کاملا زیر سوال رفت. اولین دختر که اومد جلو دختری بودش که در سن 16 سالگی در سال 2015 وسلی بهش تجاوز کرده بود. قربانی دوم وسلی در سال 2016 بود که یک دختر بچه 15 ساله بوده و وسلی بهش تجاوز کرده بوده. و قربانی سوم وسلی یه دختر 20 ساله بوده که چند ماه قبل از اینکه وسلی بره سراغ کیلی و این بلا رو سرش بیاره، به این دختر تجاوز کرده بوده. بررسی‌های پلیس بعد از اینکه این 3 اومدن شهادت دادن، نشون دادش که تعداد قربانیان تجاوز وسلی خیلی بیشتر از این 3 تاست. اما متاسفانه فقط این 3 دختر بودن که به خاطر پرونده کیلی احساس مسئولیت کردن و اومدن راز کثیف وسلی رو برملا کردن. ولی بقیه قربانیان وسلی به خاطر آبروشون، به خاطر اینکه از طرف دوستا و خانواده‌شون زیر سوال نرن، سکوت کردن و جلو نیامدن تا بیش از پیش آبروی وسلی رو ببرن. یکی از این 3 نفر که اومده بود دادگاه شهادت داده بود علیه وسلی، گفتش که اگر به خاطر پرونده کیلی نبود و به خاطر ظلمی که در حق این دختر مظلوم نشده بود، هیچ وقت این جسارت رو نمیتونست پیدا کنه که بیاد در معرض دید عموم، در معرض رسانه‌ها قرار بگیره و در مورد اتفاق و بلایی که وسلی سرش آورده صحبت کنه. چون به هر حال در همه جای دنیا یه جورایی قربانیان تجاوز جنسی حس حقارت میکنن، حس بی‌آبرویی میکنن که البته خیلی غلط هستش و نباید این حس و این فکر در مورد قربانی‌های تجاوز جنسی باشه. ولی متاسفانه دید عموم نسبت به این جور قربانیان خوب نیستش و اغلبشون سعی میکنن که این راز رو تا روزی که زندن پیش خودشون نگه دارن و با خودشون به گور ببرن. اما
دست این 3 دختر درد نکنه. اومدن شهادت دادن و باعث شد که اصلا روند پرونده وسلی خیلی توی وضعیت خطرناک دیگه قرار بگیره. یکی از قربانیان وسلی به نام هانا اسویج توی صحبتاش در مورد وسلی گفتش که وسلی شخصیت فوق‌العاده خودخواهی داره و باید هر چی رو که میخواد بهش برسه و اصلا براش مهم نیستش که عاقبت کاری که میکنه در مورد طرف مقابلش چی هستش، فقط خودش برای خودش مهم هستش. باید بگیم که قربانیان تجاوزات وسلی همگی جزو دوستها و آشناها بودن. چرا؟ به خاطر اینکه وسلی یک شخصیت خیلی دوستانه‌ای داشته، خیلی مهربون بوده و اصلا 1% کسی فکر نمی‌کرده که این آدم چقدر میتونه خطرناک و ناامن باشه. همه واقعا روش حساب مثبتی باز می‌کردن، همه دید مثبتی نسبت بهش داشتن و بهش کاملا مطمئن بودن و به خاطر همین اطمینان هم بوده که قربانیانش که این 3 دختر هم جزوشون بودن و اومدن اعتراف کردن بهش اطمینان می‌کردن و مثلا پا می‌ذاشتن به خونش، ولی خب توی خونش که میرفتن تازه با چهره واقعی وسلی که آدم کثیف و متجاوزی هست روبرو میشدن و خب بعدش هم به خاطر اینکه وسلی خیلی پیش همه محبوب بوده و چهره خوبی داشته، قطعا اگر میومدن میگفتن که بابا این اومده این بلا رو سر ما آورده، خودشون هم مورد ظن اتهام قرار میگرفتن، میگفتن آها حتما کرم از درخت بوده دیگه، خودت هم یه کاری کردی، یه اشوه اومدی، یه دست از پای خطا کردی، طرف رو تحریک کردی، حالا اومده باهات رابطه برقرار کردی، میگی این به من تجاوز کرده. اینجوری بوده. به خاطر وجهه خیلی خوبی که از خودش توی جامعه نشون داده بوده، بین دوستاش، بین آشناها، کسی به عنوان متجاوز نمیتونسته بهش نگاه کنه و این قسمت خطرناک داستان هستش و دقیقاً به خاطر همین شخصیت قابل اعتمادی که از خودش جلوه داده بوده و بروز داده بوده به آدما، اون شب مونیک بهش میگه که تو با کیلی برو تا خونش، چون که اصلا فکر نمی‌کنه 1% که بابا وسط این همه آدم تو داری گوشت رو میدی زیر دست گربهه. مسئول ارشد پرونده کیلی سربازرز چریل هنن در مورد شخصیت وسلی میگه که این یک شخصیت بسیار آبزیرکاهی داشت، خیلی راحت موضوع‌نمایی میکنه و در عین حال یک جور غرور اهانت آمیزی توی رفتار و حرکات این آدم بود. اینکه بابت کار کثیفی که کرده اصلا احساس ندامت و پشیمونی نداره و اصلا طلبکاره. میگه چرا فکر میکنین که من قاتلم؟ من قاتل نیستم و کاملا حق به جانب نسبت به خودش و کارش. در نهایت با حکم اعضای هیئت منصفه وسلی به 30 سال حبس محکوم میشه بدون حق آزادی مشروط، یعنی باید این 30 سال رو کامل توی زندان سپری کنه. موقعی که قاضی داشت حکم وسلی رو توی دادگاه قرائت میکرد به این اشاره کردش که وسلی چقدر انسان پست و حقیری بوده که به خاطر فقط ارضای نیاز خودش جون یک انسان دیگر رو گرفته، کسی که میتونسته یک زندگی درخشان پر از شادی و موفقیت رو داشته باشه. جون یک دختر زیبا و جوان رو گرفته و خانواده‌اش رو، اطرافیانش رو تا آخرین روزی که زندن بابت از دست دادن یک همچین موجود با ارزشی عزادار کرده. خانواده کیلی که برای همیشه از داشتن کیلی و زندگی در کنارش محروم شدن، توی مصاحبه ها اعلام کردن که به هیچ وجه وسلی رو به خاطر ظلمی که در حق دخترشون کرده ببخشن و تازه به نظرشون حکم دادگاه حکم سنگینی نبوده و اونا انتظار داشتن که دادگاه حکم سنگین‌تری برای وسلی در نظر بگیره و اون مدت بیشتر یا سالهای بیشتر یا پشت میله های زندان سپری کنه، چون اون جون با ارزش دختر نازنینشون رو گرفته بوده. پرونده کیلی به عنوان یک درس عبرت برای سایر آدم ها هستش که بدونن هیچ وقت نمیتونن ذات درونی آدم ها رو بشناسن و امکان داره کسی که سالها به عنوان دوست و همراه و رفیقشون میشناختن واقعا درونش یک هیولا باشه و تبدیل بشه به کسی که آخرین ثانیه‌های زندگی میبیننش و نفس آخر رو میکشن. داستان این هفته هم به اتمام رسید. هفته دیگه با یک پرونده دیگه در خدمتتون هستم. خداحافظ.